سرخط مهمترین خبرها: پیشگیری از ترکش ماشین گازکشان در ورزاب، پرسش از مردم در روز پرزیدنت از امامعلی رحمان چی سوال دارد و بالا رفتن قرب روبل روسی. درود بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی است که با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان می شود. امروز 16 نوامبر است. روز گذشته از یک ترکش ماشین گازکشان در حدود ناحیه ورزاب پیشگیری شده است. شرکت ایرس مسئول نگهبانی راه دوشنبه خوجند چناق بعد از ظهر 15 نوامبر خبر داد که یک ماشین بارکش حامل گاز در کیلومتر 27 راه به صدمه دچار شده است. در پی این صدمه یگانه راه به شمال تاجیکستان 4 ساعت بسته شد. تنها بگاه دیروز شرکت ایرس خبر داد که خفی ترکیدن اتومبیل بارکشی برای انتقال گاز پیش بینی شده برطرف شده، حرکت تمام نمود نقلیات اجازه داده شد. این بار اول نیست که ماشین های گازکشان در راه دوشنبه خوجند به صدمه دچار می شوند. یک بخش کلان سوزشواری برای پایتخت تاجیکستان و جنوب کشور از طریق ولایت سوغد وارد تاجیکستان می شود. در پی نشر خبری به صدمه دچار شدن ماشین گازکشان، بعضی کاربران انتقاد کردند که چرا سوزشواری طریق راه آهن که به مراتب به خطر است انتقال داده نمی شود. در این رابطه یک خبر دیگر هم داریم. قزاقستان صادرات گاز مائع را طریق نقلیات و راه آهن برای 6 ماه منع کرده است. وزارت انرژی این کشور گفته است این قرار از روز 14 نوامبر به اجرا درآمده. سبب آن کمبود گاز مائع در داخل کشور است. پیشتر الماسد صدکلیف وزیر انرژی قزاقستان گفته بود کشور با کمبود جدی گاز روبرو شده است و این مشکل در وقت‌های نزدیک حل نمی شود. منع صادرات گاز از قزاقستان می تواند به بازار داخلی تاجیکستان هم تاثیر رساند، چون 70% گاز مائع مورد نیاز کشور از قزاقستان آورده می شود. آن هم در حالی که دوامی بیشتر از یک ماه اخیر نرخ گاز قریب 1 برابر بالا رفته، حالا 1 لیتر آن از 8 سومانی گذشته است. حدود 60% نقلیات در تاجیکستان از این نفت سوزشوار استفاده می کنند. هنوز مقامات تاجیکستان نگفتند که در رابطه با منع شدن صادرات گاز از قزاقستان چی کار کردنی‌اند. رستم امامعلی شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی پلاتای بالای پارلمان تاجیکستان با یک سفر 2 روزه به بشکک رفت. در این باره دفتر مطبوعاتی شهردار دوشنبه خبر داده است. هدف از این سفر رستم امامعلی که روزهای 16 و 17 نوامبر انجام می شود، شرکت در جلسه شورا و همچنین جلسه 56 پلنری اسامبله بین پارلمانتی دولت‌های اشتراکچی اتحاد دولت‌های مستقل می باشد. رستم امامعلی پسر کلان پرزیدنت امامعلی رحمان از سال 2017 شهردار دوشنبه و از سال 2020 رئیس مجلس ملی است. برخی ها او را وارث پدرش مینامند. امروز در تاجیکستان روز پرزیدنت است. سال 2016 پارلمان تاجیکستان با پیشنهاد حکومت 16 نوامبر را همچون روز پرزیدنت اعلام کرده بود. 16 نوامبر ظاهراً برای آن روز پرزیدنت انتخاب شد که در همین روز بار اول سال 1994 امامعلی رحمان به حیث پرزیدنت تاجیکستان سوگند یاد کرده بود. ما در خیابان‌های دوشنبه از ساکنان پرسیدیم که اگر امکانی صحبت با امامعلی رحمان را داشته باشند و پرزیدنت از کدام مشکلشان میگویند. همراه می‌بینیم که ساکنان از پرزیدنت چی درخواست دارند. یکمی که با پرزیدنت محترم ما سلامتی عمر دراز می‌طلبم. التماسم که من که همچین پداگوگ هستم، همین جوانامو وای باشن، کار قطعی تامین باشن. بسیارتر من ما وای پروداکت پیتانی ما هست که من فروخت میبخشید تو روزی گپ زدم. من ازبک زبان هستم. وای همین وای سبزیجات و همه خیلی اکسپورت نکنیم و زواد فابریکه ها ساخته میبخشید و یا چیز کرده کنسرویر و کرده اکسپورت کنیم. همین که و کمتر قیمتر میفروشیم آخر. با چی قدر جوانمو با کار تامین میشوند. تنجی آرون سلو سبود را. یکان خواهش دیگر نه. این راهبر دولت است. و همه امید اول به خدا بعد به پرزیدنت است. خلق همه امید به پرزیدنت دارد که سبکی میشود، پیشروی میشود همش. البته ما دیده شدیم نهایت پیشروی خوب شده است، رفته است. فقط یکم کمبودی و چخل گویم نرخ قیمت شده شدن این هم آخر هم عیبی همون خواجگی داره است هم عیبی خریدار است. آخر کیلو انگور تا 40 سوم خسته است. یعنی جای 40 سوم زیاد. با بعضی مسائل هستن که مثلا جای کاری هم خیلی خوب. هر روز هم ببینیم که جناب یالی هر جای شده است یک کارخانه که چند نفر 200 300 کس 10 کس 20 کس صاحب جای کار شده است. البته یک باره این کارا نمیشه. با خیلی
انا کمبودی است البته همین جای کاری کم است و مردم سرسان و سرگردان هر جا میروند بسیار خوب میشه که یک بار دیگر جناب عالی یک افتاد در تاجیکستان افتی که همین چیا با دخالت کند ستیاب همش با دخالت کند بسیار خوب میشه خیلی خیشه که جوابم نشود داده مثلا مهلتش کم میشود اینم بهتر است همه زن و فرزند پدر و مادر اونا انتظار هستم. Меня как студента все устраивает, да. Ну, может быть, для студентов, которые учатся на договоре, тоже стипендию. Потому что я считаю, что вот студенты, которые учатся только на бюджетной основе, да, вот они за договор не платят, еще и стипендию получают. Вот, думаю, которые, ну, например, студенты, которые учатся на отлично, можно им выделить также стипендии какие-нибудь. Думаю, так. Ну, это моя проблема как студента. مثلا در دانشگاه چی مسئله و از چه مشکلی داره؟ هیچ مشکلی نداریم. مثلا چی نمیرسه چی میخواید بهتر باشد برای بهتر کردن صفت تعلیم؟ برای بهتر کردن صفت تعلیم در دانشگاه ما همه چیز میرسد. هیچ مشکلی نداریم. مثلا سرعت اینترنت؟ سرعت اینترنت очень плохо. خیلی بد است. خیلی بد. با همین حقی که است вообще-то не стоит. سرعت اینترنت خیلی سست است. نمیخواد در این باره با پرزیدنت کشور صحبت کنیم؟ من فکر میکنم این با پرزیدنت کشور داخل نداره، این با بیک صبور داخل دارد. پرابلم نیست، همش 100% که برای من هم خیلی. شما در کجا زندگی میکنید؟ من ناحیه رودکی. برق داره؟ برق نه، برق داره ما. رودکی برق هسته. 24 ساعت برق داره؟ آه. چی ده؟ مثلا درباره هم کمبودی برق نمیخواد صحبت کنید؟ نه کمبودی نیست. خواهی همه اتوبوسا کم تا تیز برام. اتوبوسا استای بعد میرن بعد مونده میشه. رای دور برای اگر. منظورتون اتوبوس داخل شهر دوشنبه است یا بین منطقه؟ نه داخل شهر. یگان سراسر باشی رای دو ترانسپورت نمی اتوبوس استای بعد میرن. بینندگان عزیز شما با پرزیدنت امامعلی رحمان چی سوال یا درخواست دارید می توانید در زیر برنامه نویسید. معاون رئیس دومای دولتی روسیه پیوتر تولستوی گفته است مهاجران کشورهایی که در آنها زبان روسی مقامی دولتی ندارد باید از حق کار به حیث فروشنده، راننده تاکسی و بارکشان محروم کرده شوند. این پیشنهاد پیوتر تولستوی 14 نوامبر ضمن جلسه پارلمانی که در آن راههای حفظ، حمایت و رشد زبان روسی بررسی می شود صدا داده است. معاون رئیس دومای دولتی آشکارا گفته است در کشورهای پساشوروی زبان انگلیسی را فعالانه می‌آموزند و همچنین زبانهای ملی را رشد می‌دهند. به گفته تولستوی روسیه باید به این کارها پاسخ دهد. زبان روسی در بلاروس مقامی دولتی، در قزاقستان و قرقیزستان مقامی رسمی و در تاجیکستان همچون زبان گفتگوی بین ملت‌ها اعتراف شده است. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خرامان بقازاده تماشا کنید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 16 نوامبر را فرا می‌گیرد. 16 ноябри соли 1992 дар Хуҷанд сессияи 16 шӯрои олӣ ба кор шурӯъ кард ки то 2 декабр давом кард ва ба хотири қарорҳои қабул кардааш таърихӣ ном гирифт. ҷаласае бо ширкати намояндагони гурӯҳҳои даргири сиёсии Тоҷикистон дар оғози ҷанги шаҳрвандӣ Эмомалӣ Раҳмоновро раиси шӯрои олӣ интихоб кард ки баъди ин роҳро ба раёсатҷумҳурии ӯ ҳамвор намуд, вале ин ҷаласа натавонист пеши роҳи ҷанги 5-солаи шаҳрвандиро бигирад. پارلمان تاجیکستان 16 نوامبر سال 2016 امضای عهدنامه پیش از نکاح عروس و داماد را حتمی کرد. در شرح این طلبات قانون که قبلا بیشتر در اروپا رایج بود، به ضرورت حمایت حق و مالکیت همسران در صورت طلاق به خصوص زنان تاکید شد. بحث سر تقسیم مالکیت بعد تو یکی از مشکلات سخت خانواده ها در سالهای آخر شده است. 16 نوامبر سال 1993 در اوج جنگ شهروندی تاجیکستان در 56 سالگی دل چهره سرشناس فرهنگی و آوازخوانی مردمی تاجیک آدینه هاشم از تپیدن ماند. آدینه هاشم از اجرا کننده های با مهارت سبک راغی و فلک در سده 20 بود. در 30 سالی که روی صحنه بود نزدیک 500 ترانه اجرا کرده است که بر متن شاعران کلاسیک فارس و تاجیک ایجاد شده است.
شبانه روز گذشته قرب روبل روسی بالا رفته، ارزش دلار آمریکایی باشد به تغییر مانده است. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 122 سوم برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1091 سوم ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، در پایان برنامه از شما یک درخواست داریم. لطفاً به ما نویسید که درباره کدام موضوعها دانستن می‌خواهید. ما کوشش می‌کنیم تا حد امکان درباره موضوعهای درخواست کرده شما خبر و گزارش آماده کنیم. تا فردا در همین وقت و ساعت، خدا نگهدارتان.